آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. چون این نقل است اندر ساعتی نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صدسنگ ملامت، تو کی بیمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدن. این زنهای راه اسلام در حالت ستر داشتن، در حالت دعوای اسلامی اونها به شهادت رسیدن، چه عذابها کشیدن. تو میگوید وقتی که با ستر میگردی تو بی طعنه میمانی؟ نه، بی طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنن، تو را اینها ملامت میکنن. و ذکر حق کسی که کرد آهنگ، زهر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و یا از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزنند. زهر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موی سفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو ستر تکردن بگیر. هرچند که گردم با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر ستر ندارن مثل همون ظرفهایی که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه و مکروه است و دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتواند. زنی که حیا ندارد، زنی که ستر ندارد و همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانید. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورت، زن خودش عورت است. لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی ستر نظر میکنند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشون حواله میکنند. این زنهای بی ستر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنت جام کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین ستر ما را طعنه میکنند که این ستر از ایرانیا هست، این ستر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست. این نه ساخته ملا است نه ایشان است نه شیخ است. این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای محیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با ستر گردم. پشیمان شو که چرا خواهری من بی ستر است. این پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکنه.